ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. السلام علیکم شنوندگان ارجمند، در موج برنامه خوانش بدیعی. دوستان عزیز، مخلصان قصه و حکایه های دلنشین، اینک با توجه شما گفتار 13 از رمن تاریخی ادیب شناخته نویسنده خلقی تاجیکستان اورون کوسود هایجا. مرحمت گوش کنید. سیفلیس می بود، تیفلیس نمی رفت، پتربورگ می رفت. طبیب‌های مشهور همش در همان جا. جان امیر جان و جان ما جان نبوده است. جان وی درد کند به تیفلیس و پتربورگ می رود. ما به کجا رویم؟ به جای خراجات زیاد کرده به دیگر دولت ها رفتن، با همان پول در ملک خودشان یک طبابتخانه نفت سازن نمی شود؟ این منقید عقلی ساختن ندارد. به بالای این با عقل پیدا شود و چیزی سازد راه نمی دهد. من می کند، جزا می دهد. سراج‌الدین صراف بود و شدش را فروخت و راه پولی کرد. رفت و در برلین 2 سال و در تهران 1 سال علم طب و طبابت آموخت. بعد به بخارا آمد و در حولی خودش شفاخانه گشاد. نمادند که کار کند. 3 بار خرج کرد، زحمت کشید، شفاخانه گشاد. 3 بار هم بستند. به سرش دوغ زدند که تو قدرت خدا را منکر شده ای؟ تو به پایه دین تبر میزنی؟ مردک هم پولش سوخت هم جانش. کسلی یک بهانه، به خال خودشون یک حیله شرعی. اصل گپ دیگر. تیفلیس تابع روسیه. امیر همونجا بود و باش کند، چون این معنا دارد که بخارا هم تابع روسیه شده است. همین خیلی یک سیاست که دولت‌های دیگر بینند و دانند قدرت روسیه را. انا همین است اصل گپ. بشنید من امیر پنهانی دین نصارا را قبول می کرده است. برای همین به تیفلیس بردند که غسل تمعید بکند. امیر همین خیل سفرهای دور و دراز را دوست می داشت. تشویش و تردد کم و آزادی فراغت و معیشت و فاسقی بیشتر. باری نخست لذت چنین کارها را در پتربورگ چشیده بود. در سالهای بنام تعلیم سیاسی و حربی گرفتن و ولیعهد تاج و تخت امارت بخارا شدند. امارت بخارا بعد صلح زیر بلاغ هرچند بنام دولت مستقل بود، در اصل امیر به رخصت روسیه حتی حق عطسه زدن نداشت و فرزندانش را میفرستانید به پایتخت روسیه برای عرض صداقت و اطاعت. ولی دولت‌های مقتدر جهان هنوز این غلبه شمشیر روسیه را چندان اعتراف نمی کردند و یک تصادف می دانستند که بنیاد مستحکم ندارد. این عقیده را شکستن لازم بود و امپراتوری اعظم بی‌طلبید که امیر به پتربورگ بیاید و با حضور خود به عالمیان ثابت بکند که واقعا هم دست نشان داده و دست نگر است. و امیر به سفر تیاری دید.
با مبلغ 45 میلیون پول روسی تحفه و دستاویز خرید و با چند نفر منصبدار که خردمندانی دربار به حساب می رفتند مشورت‌های خاص آراست از آداب سفارت تا امپراتور اعظم بیند و بداند که این مردم از صحرا نآمدند. و شیخ الاسلام مصلحت داد: امیر بخارا امیر قوقند نیست. سبلت نشان دهید تا به اوروسا معلوم شود که بخارای شریف قوت اسلام و دین است، معلم اقصای شرق است. بخارا نباشد شرق فتور می رود. سرلشکر دوای ملک پیشنهاد کرد: 45 میلیون پول کم نیست. اینقدر که خرج می کنید یک فایده باید دهد. امپراتور به امارت بخارا نیاز دارد، نیازی بسیار دارد، پس ناز شما را می بردارد. دستاویزها را گرفته دلش که نرم شد، شما امیرم اشاره بکنید که زمینهای گرفتگیش را برگردانده دهد، از تاشکند تا سمرقند را برگردانده دهد. و کتابدار کتابخانه امیری که روسیه و مجارستان و فرانسه را دیده بود و از حال جهان خبری داشت و سیاست دولت‌های بزرگ را کم و بیش می‌دانست، در صحبت گوشزد کرد که امیرم بهتر می‌دانند. به فهمش این فقیر اگر امارت پناه از فرصت دیدار با امپراتور استفاده بکنند و بعضی مشکلات ملکی را به سمع امپراتور اعظم برسانند، به احترام روی و رعایه جنابشان آن مشکل‌ها را آسان کردنش از احتمال دور نیست. البته بغیر از مسئله سمرقند را دیگر برگردانده نمی‌دهد، این انیق. لیکن در تقسیم آب رود زرافشان و بنا کردن فابریک قند و نواد و تجارت پشم و پوست و کارخانه ماوود و دباغی و فرستادن عالم علم معدن که کانها کشاید، سخن شما امیرم را به زمین نخواهد ماند. و امیر از بخارا به پتربورگ نرسیده این همه نصیحت و مصلحت را فراموش کرد و هنوز از بخارا نبرآمده به خود گفت که در بین اینها با عقلش شیخ الاسلام، دیگرانش هوای دهن. اکنون میدانستگی آنها را ما نمیدانستیم. اگر همه گفته های اینها را ما به امپراتور اعظم گوییم، آن وقت اون همه فروتنی های ما نزد آن کس یک پول سیاه می شود، اون همه کرده های ما ناکرده می شود. و آهنگ مصلحت شیخ الاسلام را نگاه داشت و میدانستگی خودش را کرد. 3 ماه رسا در روسیه سبلت کرده گشت و در این 3 ماه 100 میلیون پول روسی به باد فنا داد و یگان مسئله دولتی را به میان نگذاشت و به یگان تئاتر و عجایب خانه و کتابخانه نرفت و کاری که کرد به یک سفارتخانه بنیاد گذاشت و سفارتخانه تمام دولت‌های روی دنیا کار دولت را کنند. سفارتخانه بخارا زن می جست و زن می یافت و زنهای قهبه را خریده و زنهای صالحه را فریبیده نزد امیر می آورد. و در امارت بخارا جای روسا گرمتر و میدان جلوشان وسیع‌تر می شد. در تگ بینی شهر بخارا در پای ادیر ماما جرغات در قد راه آهن شهر به اصول خودشان ساختند و کاگان نام ماندند و در این شهر کارخانه ها بنا کردند و کارگران این کارخانه ها و ساکنان این شهر کارگر و تاجر و افسر و عسکرهای خودشان بودند. و ایوان ایوانویچ که پیشتر فعالیت جاسوسیش را پنهانی در نقاب گیاهشناس و سیاح جغرافیا به انجام می رسانید و خود را نمازخوان و روزدار وانمود می کرد و به همسرش در پتربورگ نامه های محرمانه می فرستانید که من به ملک آدمانی فریبگر و درویه افتادم و با تأثیر خلق و خوی آنها خودم هم در منافقی و ریاکاری خیلی دستاوردها دارم. اکنون احتیاج به رنگگردانی نداشت و منافقی و ریاکاری را لازم نمی دانست و مقصد و نیتش را روی راست می گفت و دعوای مسلمانی به فراموشی رفت و از عروس بودنش می فخرید و شحنه صدقه گویان پیش پیش اسب او می دوید و در بازار و مزار به سر آدمان و خر و عرابهشان تازیانه می برداشت و تازیانه می زد و برای وی راه می کشاد و راه خالی می کرد
و قشبگی صدقه‌گویان نزد او آداب تعظیم به جا می آورد و این همه دیدنی ها علمی انگلیس ها را می آورد و آنها در کوچه شهرها و در راه تومنها و در دیه و دره ها و در عقبه و کوه ها آزاد و دلپور گشتن و به خاک و آب این سرزمین همچون صاحب نگریستن ایوان ایوانویچ را دیده به غضب می آمدند و با درد و علم خود و سران دولت خود را دعوت فرستانیدند و دشنام دادند که در غفلت ماندیم، بازی را بای دادیم به موژیکا. لقمه فربه از دست رفت و بعد از این حالی که یک وقتا ایوان ایوانویچ در ماوراء النهر داشت، عیناً به سر ارنر ارستون آمد که در مقام مهمانی ناخوانده جای گرفت و جامه دیگر کرد، شیخ شد، قلندر شد، تاجر شد، طبیب شد و جنبش شب و روزیش را فعال کرد که هنوز فرصت هست، هنوز امکان تأثیر به تمام از دست نرفته است، هنوز پیش راه روسیه سنگ ماندن ممکن است و جای پایمانی می جست و می یافت. از دور و نزدیک به سیاست و به اقتصادیات و به اجتماعیات بخارا سر می خلان و دست دراز می کرد و به میان دستاورد روس‌ها لغت می زد و از بین امرا و علما دوستان می خرید که در کارهای فردایشان یار و دستگیر و تکیه‌گاه باشند و نمانند که روس بی‌ملال به درون این کشور در آمدن گیرد و خاکش را وسیع کردن گیرد. و ایوان ایوانویچ چشم و گوش پتربورگ در آسیا میانه این همه تشویش و تردد ارنر ارستون را میدید و میدانست و به دستگاه امپراتوری اعظم و به گنرال گوبرناتوری تاشکند خبر میداد و دوستان خریده ارستون را نام به نام می نوشت و روحی اهالی را دلیل می آورد و شهادت می داد که عین وقتی کوهستان زرافشان را فتح کردن است. و از پتربورگ به تاشکند و از تاشکند به سمرقند دستور رسید و گوبرناتور سمرقند بنا به آن دستور طرح 2 سفر را کشید که یکی علمی و حربی نام گرفت و دیگری صاف علمی و قافله علمی و حربی با سروری گنرال ابراموف جانب بالا آب رود زرافشان رفت و قافله علمی تحت رهبری ایوان ایوانویچ راه حوزه کشرود را پیش گرفت. قافله علمی و حربی از اهل علم 1 نفر روزنامه نویس، 1 نفر ترجمان و 1 نفر توپوگراف داشت. باقی همه اهل سلاح و مسلح بودند و با نظام حربی می رفتند و با رعایت آداب مردمی شرقی نشست و خیز می کردند و در قطار پولمیات و کمان و تیر و دارو، در بارجامه و تربه و جابه و قطی ها چای و قند و کراسین و صابون و گوگرد داشتند. قافله به نام علمی و حربی در اصل صاف حربی بود. ابرام فرمان میداد و عزیز مراد ترجمه میکرد و بیکا به جا می آوردند و با همین ترتیب به شهر پنجکت در آمدند و از آنجا به دیه یاری گذشتند و قد آب رود زرافشان بالا رفتند و بالا رفتند تا به سرگه فلغر و تا به گلوی مسجا. در شهر پنجکت ابراموف اول قدرت و شهامت حربیش را نشان داد. اسکران سواره و پیاده در پشت کمانهای 5 تیره با نیزش، شمشیرها در رانها حمایل و پولمیات‌های سبک به اسب‌ها بستگی و صف به صف آراسته تا به میدان دروازه بخارا رسید و از هیبتش ترساند مردم را. و بعد در صحبت با حاکم و با مفتی و قاضی و با اشراف و اغنیا که وی می گفت و عزیز مراد ترجمه می کرد قرار برآورد که مردم کوهستان را 3 سال از همه نمودی انداز آزاد می کند و برای مسجد 1 جاوه کراسین و برای حاکم خانه 3 قداق چای، برای قاضی خانه 2 کیلو قند و 5 قطی گوگرد یاری بی‌غرضانه می رساند. مفت نه البته، به شرطی که این آبرو به روسیه پیوندند. و آبرو زرافشان پیوسته شد به دولت روس و قافله ابراموف را در واته و اورمیتن و در در و اسکادر و در ورزی منور و آبردان با نان و نمک استقبال کردند.
چونکه آوازه عدالت و سخاوتش فرسخ‌ها پیش از توپ و تفنگش می‌دوید و مردمی که 170 سال از امیران منقید غیر از زده و گرفتن و جور و ستم و رشوه‌خوری و بی‌عدالتی دیگر چیزی ندیده و وعده خوش نشنیده بودند، آمدن عسکران ابراموف را از مهربانی‌های خدا دانستند و عروس آمد، درست آمد گفتند و شادی کردند و معرکه‌های ضیافت آراستند و به عسکران جای خواب و دمگیری و به اسب و خچیرشان کاه و علف و جو دادند و گنرال ابراموف در ضیافت‌ها از باب غمخواری و یاری روسیه به خلقای مظلوم سخن گفت و بیک‌ها و پیران خرد ترجمه سخن‌های او را از زبان عزیز مراد شنیدند و برای گنرال اما به عزیز مراد نگریسته اظهار اطاعت و صداقت کردند. شما از نام ما به جناب گنرال گویید که ما از این کس از زمین تا آسمان منتدار. باز گویید که نیکی که این کس به ما کردن یگان پدر به پسرش نکرده است. باز از زبان ما گویید که آق پادشاه پادشاهی بزرگ است. ما آق پادشاه را حرمت نکنیم، کی را حرمت میکنیم؟ و عزیز مراد نریزانده و نچکانده ترجمه کرد و گنرال از سفرش خرسند و قناعتمند بود و در چهارسوی ورز منار و آبردان و سرواده همچون نشان دولت روسیه ناظران تعیین کرد و جا داد که قبل این مردم چندان استوار نیست و بین خود هم خصومت زیادی دارند، زیرا نظارت نباشد بچه های بی‌ادب برین جنگ و جدال های بی‌عقلانه کرده می کردند. و گنرال ابراموف اگر دشواری های راه، تنگ، جر و جو، سنگ و خرسنگ، شخ و ریگریز، آبخیز و پولهای ویران را که گذشتنش سخت دشوار بود و ضررهای بسیاری به عسکران و سواری آنها میرسان صرف نظر شود، بی‌ممانعت تا به اسکادکول رفت و از آنجا از بالای یک عقبه گذشته جانب دریای کیشتوت فرامد و در نیشیبی به مقاومت مسلحانه دچار آمد. مردان ارتوچ سر برداشتند و از کیشتوت داوطلبان به مدد آمدند و آنها در براز ارتوچ سنگر ساختند. سنگ دیواری بلند و وسیع برداشتند و کمانهای 2 میله که با پخت پیلته آتش می دادند و زاغنول و تبر به دست گرفتند و در کمین نشستند که گذشتن نمی مانیم، یک تا نمانده قیر می کنیم و به مقابل تیر پولمیات و کمانهای 5 تیره 3 ساعت ایستادگیری کردند و از این زیاد داشت داده نتوانستند و گریختند به هر طرف و در براز ارتوچ آدمان و درختان و بوته های سرشکسته و میان شکسته و مجروح باقی ماند و گنرال به غضب آمد و در پایان در زیر حصار فرمان داد که قلعه میرنشین را پاکیزه سوزانند و خودش از دور تا خاکستر شدن علنگی آتش را تماشا کرد. چشمانشان را ترساندن در کار که دیگر دوباره سر بالا نکنند. گنرال ها چرنیایف و رامانوفسکی و کاوفمن در خاک آسیا میانه خونهای زیادی ریختند و ریزانیدند و آبادی های زیادی را ویران و پالیز و باغ زیادی را پامال کردند و 5 سال و 10 سال جنگیدند و جان کاهاندند و جان کندند تا بتون ولایت های این کشور تسلیم شد و به دولت روسیه پیوست و زمین های کرت و حاصل خیز و دست کاری مفت از دشت های پهناور سرای تا به دامنکوهای خوجند، از بیابان های خشک ترکمان تا به کشت های 4 فصل سال میانقال به تصرفشان درآمد. اما گنرال مایور ابراموف با تاثیر تشویقات و ترغیبات که هم دهانی و هم در عمل صورت می گرفت، همگی در مدت 45 روز و یک جنگچه 3 ساله و با کم آتش دادن قلعه های میرنشین کیشتوت و موغیان و کتاب در حساباتش به امپراتوری اعظم با افتخار
نوشت: راه و روی یک کوهستانی سخت، پرشکست و ریز و بدراه و دشوارگذر را دیدیم و آموختیم و در هر کنج و دره یک میر حکم فرما بوده است که برهمش دادیم، به اطاعت در آوردیم و به نام بیکیگری های فلغر، مسچو، فون، کیشتود، موغیان، فاراب و کتاب به شعبه سمرقند داخل کردیم که آبهای روان فراوان و معدنهای مفید فراوان و قوه کار ارزان و فراوان دارد و به وادی ایثار راه گشاده شد و در وادی ایثار قافله علمی ایوان ایوانویچ از سمرقند تا لب رود کافرنیهان سرعت کشید و سرعت گرفت و راه خم و پیچش و دیهات و اهالیش و زمین کشت و چراگاهش و پل و گذرگاهش را به خریطه درآورد و یک افسر که با لباس خرکار میگشت با بهانه چیدن برگ رستنی ها به دره الماسی رفت و 3 روز مهمان شد و یک عروسی را که در جنگ روس و ترکیه اسیر افتاده و در بازار خوارزم همچون غلام فروختند و او را اول به ترمیز آوردند و از آنجا حصاری خریده است و خصلت خوبش را دیده او را از غلامی آزاد نموده است و دستش را حلال کرده است و او کلمه شهادت گردانیده مسلمان شده است و عبدالله نام گرفته است. به او زن دادند و حالا در یک دیهه الماسی میزیسته است. جستجو کرده یافت و در خلوت به او از فتح و ظفرهای روسیه عالمگیر صحبت ها کرد و به او سپارش ها داد که هر خبری از تو به ما رسد به فایده شمشیر برای روسیه پرشفقت است. و عزیز مراد بعد بازگشت از بالا آب به سمرقند سرباری کاری ترجمانی روزنامه سفر را که اشاره های مختصر در ورقهای پراکنده بود مفصل و مسوده می کرد. دستش می نوشت که مردم گنرال را با نان و نمک استقبال کردند و از دلش می گذشت که مردم ننگ و ناموس ندارند، منافقی می کنند و دستش جدا کار می کرد و دلش جدا. دستش به مراد دل خوجینش که منصب و مرتبه و مقام داده است، دلش به دردی که راه به منزل آبادی برای این وطن ویرانه و خلق کلفت زده کدام باشد؟ در امارت بخارا 2 گوهر نایاب قدر و قیمت نداشت: آدم و کتاب. تقدیر آدم به خواست خدا حواله بود و همه نیک و بدی رفتار و کردار شاه و گدا را بار گردن رحمان و شیطان می کردند و خود آدم مقصد و مقام نداشت و حرمت و نیکی و راستی کیها باز 200 سال پیش از زبانهای افتاده و از معامله برآمده به قطار آرزوهای دیرین و خیالهای شیرین در آمده بود و امیر و وزیر در سیمای آدم فقط و فقط غلام دری خانه خود را می دیدند و آدمی که اصالت آدمی دارد سر بردارد و آواز برآورد که های مردم، شما آدمید، آدم بودن خود را فراموش نکنید. نه به گوش خواجه می در آمد و نه به گوش خدمتگار، نه به این طرف تأثیر داشت و نه به آن طرف و هر دو طرف چون آدمانی خوب و غمخوار و غمشریک با تأسف آه می کشیدند که حیف آدم. علم زوری کرده است، عقلش خلل دیده است و نام آن آدمی صاحب فکر به دیوانگی می برآمد و می خندیدند به حالش چنان که به حال میرزا امید طبیب. میرزا امید دکان صرافی و سرای پخت فروشی و سرمایه درستی داشت و حال طب و طبابت زمان را دیده دلش به مردم سوخت و دکان و سرای را فروخت و بود و شدی سرمایه‌اش را صرف کرده به پاریس و به تهران رفت و در آن جاها علم طب و طبابت آموخت
و به بخارا برگشته شفاخانه گشاد و این کارش به قاضی کلان و رئیس نفارید. در ملک‌های فرنگ گشته بیدین شده است. می‌خواهد که همه مردم را بیدین بکند و فتوا دادن برای خاص و عام که شفاخانه‌ای که میرزا امید اینقدر تعریف و توصیف می‌کند در حقیقت کفرخانه است و آن را بستند، جریمه انداختند و نقدینه که نداشت حولش را فروخته پولش را خودشان گرفتند و میرزا امید بعد 3 بار شفاخانه گشادن و بعد 3 بار بستن قاضی کلان و رئیس و بعد 3 بار جریمه دادن روزی از روزها در تیمها بین دکانها تماشا میکرد و بازاریان به تفلیس رفتن امیر را هر گونه شرح و ایضاح میدادند و شنیدن آن سخنها علمش تازه شد و پیش راه شحنه را بست و دلش را خالی کرد. امیرت سفلیس شود برای طبابت تفلیس می رود. رعیه کجا رود؟ شحنه تازیانه بازی دارانید. دیوانگی را بس کن. دیوانه منم یا تو و امیرت؟ تو می دانی که سفلیس از افلاسی است. الحال همه شما با افلاسی غوطیده اید. با افلاسی جسمانی، با افلاسی روحانی، با افلاسی نادانی، با افلاسی خرافات، با افلاسی قصیده خانی را طبابت می دانید. الستی را دیوبندی می شمارید. فالبینی برای شما آینده بینی است. همت گوشها لقه به درد از آنها دوا می جوید. اوی احمقا، به این باور نمی کنید که مزاج را شناخته طبابت می کند. اما به سفسطه باور می کنید که اگر از خمیر زاچه سازید و گرد سری زن گردانیده از بین پاهاش گذرانیده شب در جاگهش خوابانید و روزی دیگر زنوشو آن زاچه را برده در جای دفن بکنند، زیان بچه خورکش از بین می رود و من بعد فرزندش سالم می ماند. و به این گپ ها تو هم باور می کنی، امیرت هم. لیکن با من که 20 سال علم طب آموختم، نه تو باور می کنی نه امیرت. و تفلیس برای چی می رود؟ پادشاه که باشد در وطن خودش شفاخانه سازد. و میرشب زرخنده کرد و تازیانه به ساق چاروخ زد و چشم در هوا گردانید. دیوانه، از دیوانه چی میگیری؟ شما گفتار 13 را از رمن تاریخی ادبی شناخته نویسنده خلقی تاجیکستان اورون کوهزاد هیجا شنیدید. کارگردان نگینه ابراهیم، صدا پردار منظوره یوسف، گوینده قطبیه اکرامی. خیر، تنسیت و خانه آباد باشید.